وزیر کارهای داخلی روسیه ولادیمیر کالاکولتسف از مقامات قدرتی و امنیتی کشور خواست تا کارمندان این نهادها مهاجران کاری را زیر نظارت جدی قرار دهند. منصبدار بلندپایه روس تاکید کرد که مهاجرانی که دست به قانون شکنی میزنند و به امنیت جمعیت خطر ایجاد میکنند از روسیه اخراج کرده شوند. همزمان این وزیر روس تاکید نمود که باید نهادهای شناسنامه دهی هنگام دادن شناسنامه روسی وقت اقامت و انجا حجت‌های مهاجران را موشکافانه بررسی کنند. بنا به باوری وزیر کارهای داخلی روسیه، گویا مهاجرانی که قبلا از روسیه اخراج شده بودند با عوض کردن نام و یا نسب خود دوباره وارد خاک روسیه شده، حتی شهروندی روسیه را گرفتند و یا صاحب ونژه شدند. از این رو کالاکولتسف به کارمندان زیردستش امر داد که هنگام وارد شدن مهاجران به خاک روسیه و پیشنهاد کردن حجت‌های خود برای صاحب شدن به شهادتنامه روسی، کارمندان پلیس باید تفتیش کنند که آیا این شخص نام و نسب خود را عوض کرده است یا نه. این چنین او دعوت نمود که تدبیرهای علاوه‌ای باید نسبت به شخصانی که از ثبت ایز انگشت و گرفتن عکس سرکشی میکنند اندیشیده شود. در ادامه وزیر روس افزود که افرادی که به امنیت جمعیت تهدید میکنند باید از خاک روسیه به دادن فرصت برای شکایت از چنین قرار مقامات و تفتیش تکراری پرونده های آنها خارج کرده شوند و علاوه بر این مقام حقوقی آنها در داخل روسیه لغو کرده شود. یعنی اگر شخص شهروندی روسیه و یا حقوق اقامت در روسیه را داشته باشد، با کوچکترین قانون ویرانکنی گناهکار دانسته شود، پلیس روسیه حق دارد این نفر را به کشوری که تولد شده بود به اجازت ورود دوباره به خاک روسیه اخراج کند. به گفته وزیر کارهای داخلی روسیه، در 3 سال اخیر میزان قانون شکنی از طرف مهاجران 25% افزایش یافته است، ولی داستانی کل روسیه میگوید که میزان قانون شکنی در بین مهاجران 10% نسبت به سالهای قبلی بالا رفته. میزان اخراج مهاجران از روسیه نسبت به سال 2022 2.5% زیاد شده است. در همین حال به حساب سردار کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که با شعارهای ملتگرانه خود نام برآورده است، میزان جنایتکاری از جانب مهاجران 37% بالا رفته است. به نظر می رسد که ارقام زود و نقیض که منصبداران روس بیانگر موقع مغرضانه و ملتگرایانه این منصبداران است تا بیان واقعیت یا کوشش اصلاح کمبودی ها. وقتی آخر شعارهای ضد مهاجران در زبان منصبداران بلندپایه روسیه از جمله در زبان اعضای کلیدی حکومت روسیه خیلی بالا گرفته است. در بیانیه چنین عقیده ها سردار کمیته تفتیشات باستریکین، وکیل پارلمان سرگئی میرونوف و عضو شورای حقوق انسان کابانوف و والی ولایت کالوگا شپاش پیشرفت یا به اصطلاح چمپیون بودند. چنین به نظر می رسد که وزیر داخلی روسیه ولادیمیر کالاکولتسف نیز به این بند ضد مهاجران می پیوندد. تا این دم بارها مقامات روسیه دست به اقدام‌های زدند که حقوق مهاجران را روی راست پایمال می کند. اخیراً یک به نام سیاستشناس طول گمنام روس پیشنهاد کرده است که پول‌های را که مهاجران از روسیه به کشورهای زادگاه خود می‌فرستند 30% بندند، چیزی که در یگان کشور دیگر دنیا نیست. یعنی هر مهاجر بر علاوه اندازهای الکی به بودجه روسیه پرداختش باید از هر $100 حق حلال خود که به وطن می‌فرستد باید $30 و از هر $1000 $300 به بودجه روسیه حق بسپارد.